به خاطر یکی از کتاب ها مجبور شدم که مدت 4 سال به مجتمع قضایی برم و بیام و در برابر بعضی از قاضی ها قرار بگیرم، رفتار بعضی هاشون رو ببینم، بعضی هاشون رو بپسندم، بعضی هاشون رو نپسندم. بهانه‌ای شد برای اینکه قطعی به نام قاضی بنویسم. قدر قدرت اگر بودی، به نفست چیره تر بودی. ادب می کردی و از غصب منصب دورتر بودی. ضرر بر خود زدی در هر زمان که خیره سر بودی. یمین بشکسته ای در رفع ظالم، بی هنر بودی. قانون قرار این بود که تأمینم شوی از حق کشی ها. امید هستیم باشی، آسانتر کنی راه سلامت یا که رشدم را. نگر در خلوتم هم من ز ترس حمله مأمور معذورت چه می لرزم. و او از من همی خواهد قنات آسمانی را به روی خود ببندم. و این زندان پسندم. نبود آیا قرار این که قانون منطق آزادگی را پاس دارد؟ چرا این حد فشار آرد؟ قرآن قرائت تنها و ختم این قرآن نه میل ما باشد. راغب شویم به معانی، همه خوبی نصیب ما باشد. آسان شود آسمانی شدن چو کتابش جلیس دل باشد. نورانی شویم ز تجلی به آن زمان که هدایت دلیل ما باشد. از شب‌های قدر رمضان 1390. لیلة القدر من ای لیلی گمگشته من، یوسف پاک ولی تارک روح و سر من. لاله یک شب پژمرده و داغ دل من، ترک تازی که از او ریخته بال و پر من. آرزوهای درازی است به روز و شب من، لحظه هایی است پر از نور روان از بر من. قدرهایی است که مجهول رود از کف من، دردهایی است ز حسرت که شود با دم من. روز برپایی عدل است که شده باور من. ماهواره مرا از آن طرفها هم خبر دادی، از انواع تمدنها، تفکرها و بیدینی و دینداری. هلال مه به زیر سایت قرص وجودم شد، وجودی خسته و تنها و ذکری کاش خوبی بیش از این می شد. امانم داده ای از راه دور قبل از حضور، روان عالمانی که تو را بالا برا کردند. نور باران باد همایش را چه ارزانم نمودند، یادشان شاد. مدرسه مهار کن سرکشیم، مسیر ره بازنما. درام زندگی من به قصه ها شاد نما. رموز رستگاری به طالب فاش نما. سلیم کن سلوک من، اهرمنم رام نما. همای همتم ده، حماسه ها ساز نما. معاد مرا آزارد این فکر قیامت، از درون ریزم. عیان گویم نمیخواهم که بعد از مرگ برخیزم. ابایی نیستم از گفته و کرده که با وجدان و درویشم. دلم گوید به خون و ناله و نجوا، نمیخواهم خدای منتقم بینم.
معلم مرا با خود به شهر روشنی بردی، عیان کردی ز غفلت هام غم خوردی. لباسی از زر عقل و تفکر بر تنم کردی، لطیفش کرده ای با مهر درسم را. چه مشکل ها که حل کردی، مسائل را تو شرحش داده و از بار مصیبت ها تو کم کردی. مولانا مبارک باد بر تو تاب و چرخش رقص پایت، و از خود رستن و بی خود شدن از شاهکارت. لباس تنگ را از تن براندی، سبک کردی تو در پرواز بارت. امانت دار اسرار کریمان، شده گویا به حکمت با تو هرچه در گذارت. نکو تغییر را فریاد کردی، تفکر را روش دادی خدایت پاسدارت. از آن آتشگه دل زنده گشته نور گیریم، همه خلوت نشینان وام دارت. نبوت نمان بی خبر از نظرهای عصرت، بشو آگه از نقش و تقدیر نفست. ولایت به نیکی نما تا بماند تپش‌های قلبت. وصیت نه تحمیل بر دیگران بعد مرگت، تعصب رها کن تو در کار عقلت. مقنعه و چادر واقعا از یه طریق خیلی خیلی عجیبی برای من فرستاده شد. خواستم که در این مجموعه گلهای سفید و آبی این چادر نماز رو تاریخی کنم و از کسی که برام فرستاده تشکر کنم و خدا رو شاکر باشم. نماز 1. نیاز من ز تنهایی بریدن، ز عالمهای دیگر خوشه های لطف چیدن. میان قالبی از حرف 100 معنی سپردن، به اعمالی ز دنیایی تویی مسلم شنیدن. از او گفتن و از او مستقیما راه جستن، ز گمراهی و مغضوبی رهیدن. زمان را شاهد وصلت نمودن و خود را در حضور دوست دیدن. نماز 2. ناله کم کن از نیازت در بر حق در نمازت. مستی و پستی ز سر نه، روح را آزاد کن اندر نمازت. امتحان کن قدرتت را، خویش را بر ترک دنیا آشنا کن در نمازت. زین عمل نظمی برآور، بر رهی سوی خدا تنها، ولیکن با جماعت در نمازت. نوروز 1. نیاز ما به نو شدن جلوه دهد به هر بهار، وسیله است نو شدن به فکر در عشق و جمال. رویه‌ای بنا بنه برد تو را سوی کمال. وکیل تو خدا شود هر آن دهد تو را پیام، ز آن پیام زنده شوی مسیح تو روح شباب. وطن وصل و وحدت شد میسر در پناهت، طعنه دشمن نشد نقص جمالت. نغمه آزادگی خوان تا برآرد قهرمان خاک پاکت. تقدیم به همه همسایه های مهربان. همسایه 1. همواره امنیت مرا شادان به کویت میرساند،
مست از محبت عشق لبخندت به سویت می کشاند. سوزیست تنهایی ولی یاد چراغ روشنت گرمم نمود. آرام جان خسته ام بودی، مشورت با تو گره ها می گشود. یاد آن همسایه های خوب همتم را چه مدد می داد. هدیه از حق بود آن سایه که بحر زندگی من را سبب می داد. در دهه اخیر مبتلا شدم به همسایه هایی که با وجود اینی که در بهترین نقطه شهر زندگی می کردن، متاسفانه رفتاری داشتند که خیلی ظالمانه بود و من از اینکه اونها خونهشون رو عشرتکده کردند بسیار زجر می بردم، خصوصا که دیوار به دیوار هم بودیم و بسیاری از تمرکز من و راحت من به خاطر خودپرستی های اونا از بین رفت. از خدا میخوام که شما مبتلا به یه همچین کسانی نشین. همسایه 2. همتی تا سایه انصاف را خوش گسترد، درک را بهتر کند. مهربانی را به تأمین حقوقم پرورد، درد من کمتر کند. سودجویی سورها شب زنده‌داری، عربده ها را به شب کمتر کند. ای خدا رحمی بده فهمی که این همسایه آدم تر شود. یاد خودخواهی و آزارش آرامم گرفت، با توکل زندگی ایمن شود. هر کسی شادی او با درد و رنج دیگری حاصل شود، ظالم و مجرم بود. همسر. هر کسی همدل شد و همره در این مشکل سفر، مصدر شادی شده انوار وصلش همرهم. سردی حرمان به حرفش گرم گشتن در دلم، راضیم تا خوانمش تا آخرین دم همسرم. همکلاس. همیشه در کنارم، پیامت هست در گوشم که این دم نیز بهتر بگذرد با هم. مرا دستت بود قدرت، مرا از عشق از انست بود همت. کمال خاطرات خوش، صدای قهقه با هم و قطع حرفهای هم. لبم را پر تبسم می کند و قلبم را پر از تابش تپش در شب. ای یار کلاسم سوت و کور است بی وجودت، معلم در سکوت است بی حضورت. سبک کن بار را با مهر و شوقت، بال بگشا و تا اوج خودی پر. هوشمند. هراسی ندارد و نومیدی از خود براند. وجودی است پویا پر از پرسش و نکته ها را چه خوش پروراند. شعوری است جویا اهداف را سوی وحدت کشاند. مشاکل شناسد، صبوری بداند و حق را به کرسی نشاند. نگاهش به ژرفا، نظامی چه اعلا، فراورده خود به مردم رساند. درد مردم که بیند، نقش درمان پذیرد و خود از اسارت رهاند. یوسف. این قطعه رو بعد از قرنها از زبان زلیخا نوشتم. یاد آن روز که از خود بشدم، خویش
به دستت دادم و تو بشکست دلم را بگرفتی و شدی همرازم. سایت ماند و تو رفتی و پیامم دادی. خوش نگر این نعمت فرصتت داد خدا که در این چند نفس گاه اسوه باشی گه عبرت. خوشحال هستم که تونستم تمام قسمت‌های کتاب رو براتون بخونم. امیدوارم که به دست شما برسه. یک بار دیگه از توجهتون و تشویقتون تشکر میکنم. در مدتی که این کار رو برای شما دوستان عزیزم انجام میدادم کمترین حس تنهایی رو داشتم و بیشترین حس مسئولیت که میتونم تغییری ایجاد بکنم و پیامم رو برسونم. امیدوارم که این پیام رو شما هم در جهان جاری کنید و خیر رو به دیگران هم برسونید. خیلی ممنون هستم از همه کسانی که به من کمک کردن. خدا حافظ.